سلام به دوستان گرامی. دوستان توجه کنید، گاهی اوقات شما دندونی رو میکشید، بعد از کشیدن دندون 3-4 روز طول میکشه که اون ناحیه خوب بشه. شما مدام درد مدام دارید، طوری که خونریزی شدید دارید، طوری که غیر قابل تحمله. لحظه ای اگه مسکن رو نخورید دردتون نمیفته. ما اومدیم یه تکنولوژی جدید آوردیم که تو این تکنولوژی از خون خودتون لخته خون میگیریم و اون لخته خون رو تزریق میکنیم تو همون ناحیه‌ای که این زخم ایجاد شده و دیگه مشکلات بعدش برطرف میشه. چطوری شما، خوبی؟ نه آقای نه درد میکنه، درستش میکنیم الان. خیلی ممنون، مرسی. که لخته تشکیل شد تو دستگاه سانتریفیوژ، ما میتونیم این لخته رو پک کنیم داخل زخمی که هست. این میگن این پر از سلول های غنی برای خوب شدن ناحیه است. مرسی. اینو قشنگ ما میایم پک میکنیم داخل. گاز بزرگ بده و بعد و بعد با یه تیکه گاز روش رو فشار میدیم. تمام شد. باریکلا. خب روی این گاز